شبا داستان‌های شاهنامه رو برای پسرم تعریف می‌کردم. 7-8 سالشم بود. یه روز که از مدرسه ورش داشتم که بنا بود هر روز تا سوار میشه بگه کجا نهار می‌خوریم و در مدرسه چه اتفاقی افتاده بود، به من گفت پدر امروز تو مدرسه هیچ اتفاقی نیفتاده بود، هیچ هم مهم نیست کجا نهار بخوریم، رستم زودتر مرد یا سهراب. گفتم که سهراب، ولی هنوز نرسیدیم به اونجا که من این داستان رو باید برای تو تعریف کنم. او به احترام پدری دیگه کنجکاوی نکرد، ولی من خواب ازم گرفته شده بود که چجور توی مملکت غربت که من دارم به این میگم باید به رستم افتخار کنی، بهش بگم رستم پسرشو کشت، شبا دیگه چجوری تو اتاق که من خوابیدم اون خوابش میبره. این بود که در یک شعر اونجا رستم رو خواب دیدم، ازش پرسیدم چرا سهراب کشتی؟ خواب میدیدم، تیکای کوچیکشو میخونم، خواب میدیدم که رستم بود و من بودم، به صدا قصه فرسند کشتن، با تهمتن هم سخن بودم. من به او میگفتم ای پیر دلیر پهنه تاریخ، یک تازه صحنه تاریخ، داستان رستم و سهراب را خواندم، داستان پور و باب قوت ور در موجهای خشم و کین، در بحر بی پایاب را خواندم. آشکارا در دل سهراب مهر رستم بود، در دل رستم ولی مهر پسر کم بود. هر کس این داستان را خواند، با دلی خونین به رستم تاخت، کو چرا سهراب را نشناخت. رستم اما گفت میدانستم از آغاز، کن برو بازوی سهراب است. وانچه چون خورشید میتابید بر جانم، آفتاب روی سهراب است. من بر آن رخش جوانان روز رستمی، اما جوان دیدم، راست میگویم در آن پیکار رستمی را ناتوان دیدم. بعد در طول شعر رستم به من میگه که من خودم بهش کمک کردم تو کشتی اول منو برد بالا که بزنه زمین و این به میدان رستم کش بشه، رستم کش تا پهلوان جهان بشه و پهلوانی در خاندان سام باقی بمونه. اما از فراز دست او چون سرنگون بر خاک غلتیدم، باد بر رستم درفش کاویان را واژگون دیدم. خاک ایران را ز خون پاک ایران لعلگون دیدم، دشت را دریای خون دیدم، باز رستم را در آن دریای خون در آسمان دیدم. در سکوت مرگبار دشت نعره ای بر گوش جانم ریخت، هوشدارویی به مغز استخوانم ریخت، بر سرم فریاد زد بیتاب پهلوان بیدار شو از خواب. جنگ رستم نیست با سهراب، آنچه امروزت به میدان است، جنگ توران است و ایران است. پیش از اون که تیغ سهرابم به در آمد جگر، در کشتی اول خود تن را به دست خویشتن کشتم. در دل پیکار رستم و زنهار، صبح فردا کشتی دوم تا دهم درس وطن خواهی دلیران را. خنجر سردار ایران چاک میزد سینه سردار توران را. خون تیغ خون آلود در مشتم، در دو کشتی رستم و سهراب را کشتم. آنچه باقی ماند، آنچه او تا جاودان جاوید کیهان بود، سرفراز و سرور تاریخ دوران بود، ایران بود.